خب سلام آقایون، آقا گرگه، مستر ولف. عرضم به حضورتون موها رو زدم شبیه کیر خر شدم. بعد حوصله‌ام سر رفته بود دیگه، گفتم بیام با شما یه کمی کسشعر بگیم، کسشعر بشنفیم، لایک ببینیم، لایک بکنیم، ساب ببینیم، ساب بکنیم، کامنت بذاریم. آره ای آقا خنده بون دیگه، میبینیم گیر بچه صبح. خب این گرگ ما یکم خجالتیه. بیا نگاه کن، گرگ خجالت نکش و خودی هن مایس اینه اینه با سلام کن، سلام کن. آها کارم داری. آها 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 فهمیدم. میدونی چی میگه؟ میگه تا ساب نکنن چی میشه؟ حرف نمیزنم. آقا به جان تو، به جان تو سابسکرایب بکنی، لایک رو بزنی و زنگوله رو انگوشت کنی. گرگه هست این گرگه گفت بگو انگوشت کن. همین گرگ واسه تون حرف میزنه. بنده خدا خجالت میکشه. سلام کنم چون همین دیگه. خیلی ممنون از شما. عرضم به حضورتون لایک و انگوش کن، سابسکرایب رو بزن، اون زنگوله کنارش هم بذار رو آل که هر وقت کسشر خواستیم بگیم کسشران واسه بیاد. تا برنامه بعدی خدا حافظ. سر تکونه حافظ بزن صفحه بعدی، سر تکونه عبدی. کسشر بسته دیگه، کسشر بسته. خدا حافظ.